میخوام بمونه. برو. سلام آقا، من یه توضیح بدم راجع به این دوتا فیروزه. جفتشون هم فیروزه نیشابوره. این که میگید فیروزه چربی خورده، سبز شده یا آبی شده، این صرفا ملاک بر مردن فیروزه نیست، چون فیروزه وقتی چربی میخوره میمیره. ما تو معدن‌های نیشابور طیف رنگیمون خیلی زیاده. یه رنگ داریم که آبی محکه، همینطوری که دارین توی فیلم میبینین، یکی از بهترین رنگاییه که خب تو رنگ آبی طلبه خیلی زیادی داره. یه فیروزه هم داریم تو همون معدن که فیروزه گلگسمی یا گلکاسنی هم بهش میگن. یه فیروزه‌ایه که طبعش سبز آبیه. این فیروزه چربی نخورده، این فیروزه رنگ مادرش اینه. شما ببینید این سنگو، مغز سنگن این دوتا. یعنی از لحاظ معدن و از لحاظ اون به قول گفتنی بستری که برداشت شده، این دوتا سنگ یکسانن. پیریتاشون رو ببینید شما، پیریتای مس رو میبینین داخلش. وقتی که فیروزه مسش زیاد میشه رو به سبزی میره، وقتی هم که فیروزه آلومینیومش زیاد میشه رو به آبی بودن میره. این دوتا تفاوت این رنگ فیروزه هستش که من خدمت شما خواستم امروز اعلام کنم. پس وقتی که ما مسمون توی رنگ فیروزه زیاد بشه، فیروزه رو به سبزی میره. وقتی هم که آلومینیوممون زیاد بشه، فیروزه رو به آبی بودن میره. موفق باشید.